شب 16 آگوست سال 2022 ساعت 00:10 دقیقه به وقت محلی از وокزال روی آهن شهر کولوب در جنوب تاجیکستان نخستین قطاره مسافرکش در یکونیم سال آخر به سمت شهر ولگاگراد روسیه برابر آمد. به این ترتیب ارتباط بین روسیه و تاجیکستان توسط قطاره‌های مسافرکش که از ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس قطع شده بود دیگر باره برقرار گردید. شب 16 آگوست ساعت 00:10 دقیقه نخستین قطار از کولوب تاجیکستان به سمت ولگاگراد روسیه برابر آمد و روز جمعه 19 آگوست به آنجا میرسد. خبر دادن به خبرگزاری روسی تاس در ماموریت وокزال روی آهن دوشنبه پایتخت تاجیکستان به گفته امصوبت این خبرگزاری قطار نخستین از 13 واگن با بیش از 600 جای نشست عبارت بود و تمام چپتاویش فروخته شدند. نرخ سفر در واگن پلاسکارت 1410 سومونی یا $140 مقرر شده است. نرخ کوپه کمی بیشتر است، حدود 2000 سومونی قریب $200. به گفته امصوبت تاس از 27 آگوست و 7 سپتامبر به سمت ولگاگراد از دوشنبه و خوجند نیز دو قطار دیگر به کشاندن مسافر را آغاز میکنند و فروش چپتاو به این دو خط سیر نیز الکی شروع شده است. او افزود مسافران راهی روسیه از ازبکستان و قزاقستان نیز میتوانند درو به این قطار سوار شوند. یادآور میشویم روسیه حرکت قطارهای مسافرکش با تاجیکستان را ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس منع کرده بود. حرکت هواپیماها بین دو کشور الکی از 1 اپریل سال 2021 از سر گرفته شد، ولی برقرار کردن حرکت‌های قطارهای مسافرکش 1.5 سال طول کشید.